خب میریم برای ادامه آموزش. امروز میخوایم دیگه شروع کنیم. بریم سراغ لول ها. از آنلاین میتونین توی تاپ لولز بازی هایی که خودتون میخواید بازی کنید رو انتخاب کنید و بازیش کنید. مثلا به طور مثال من یکی بازی میکنم، مثلا این اولی خوبه و اینو پلی رو میزنم، منتظر میمونم که باز بشه. خب اینم باز شد و اینم از بازی که ساخته شده توسط یکی از اکانت های خود ایپیک گیم میکر. لینک ویدیو معرفی را در دیسکریپشن مونده، میتونین برین و ویدیوی اولی را ببینین. البته این ویدیو اولی اما ویدیو معرفی و چطور اگه خواستین میتونین ببینین. خب به طور مثال من میخوام میرم ببرم و توسط یک اکانت خود ایپیک گیم میکر ساخته شده. بخشید قسمتی که گفتم و ببینیم وقتی که با ما میزنیم ما میبازیم و دوباره وقتی که ریستارت میزنیم دوباره بر ما میاره. خب این گیم میکر فقط در همین محدوده ادونچر رو چیزا میتونه بازی بسازه و زیاد معمول نیست، چون مثلا نمیتونین بازی کیند کراش بسازین، بازی سه بودی بسازین و فقط بازی ماجراجویی مثل جنگل ادونچر یا ماریو را میتونین دی بسازین. البته خیلی راحت بدون اینکه خط هم کد نوشته کنین، مثل بقیه نفرانی که فقط کد نوشته میکنن و رقم نه، ولی این بسیار آسان است. خب به خاطر که کدام نمیتونین نوشته کنه محدودیت هایی داره. خب من کلش کلیار گرفتم در دروازه رسیدم و این چیزا رو برمورد. نمیتونی مثلا منوش تنظیم کنی یا ایتارا رو اصلا نمیتونی و وقتی لوکال لول رو میذارم روی کارم گزینه مثبت میزنم و یا دنیا برام میسازه و یا این دنیا رو خدا بسازم. خب این کاراکتر ما یعنی خود ما هستیم و هر یک بازی را با یک کاراکتر که خودمون می‌خوایم بسازیم. کاری که میگم کلش انجام بدین، ولی اگه بخواید بازی خودتون بسازین اول رمزگیری را تمام کنین و بعد برین پشت بازی خودتون. ولی حالا اگه می‌خواید یک بازی بسازین مقصد همین کاری رو می‌کنیم انجام بدین. در قسمت بلاکس اینجا چند رقم بلاک آورده، مثلا یخی است یا جنگل و هالووین و صحرا و چیزا. اما ما می‌خوایم یک بازی شیرین بسازیم از هر لحاظ، پس زمینش شیرین می‌گیریم. این زمین شیرین به چه دلیل میخوایی؟ بلاک‌ها فقط اجسام کدر هستن و فقط بعضیشون مثل دریاها کدر نیستن و چیزی ازشون رد میشه، ولی این بلاک‌ها کلشون کدر بوده و هیچ جسمی ازشون بیرون نمیاد. مثلا پلیر اینا قسمت نهایی که میخوایم پلیر را میمونیم در قسمت کاراکترز اینا قرار میدیم و از قسمت بلاک رقم که خواستین انجامش بدین و حالا من یک رقمی برای خود شروع میکنم. این هم بلاک‌های شیرین و کیک است و هم میتونین از یا استفاده کنین. خوبی این اپلیکیشن هم همین است که میتونین به صورت رایگان در کمتر از 5 دقیقه 10 دقیقه بخواین بازی حرفه‌ای و بسیار دور به دراز بسازین. نهایتش نیم ساعت وقت شما رو میره، ولی خیلی بازی خوبش براتون میسازه و نیاز نیست که حتی کد نوشته کنین یا برین منو بسازین. کلش خودش ساختگی است. ما فقط تنها مشکلی که داره اینه که از بازی خروجی نمیگیره و می‌دونستم در ویدیو بعدی بتونم براتون در ویدیوهای بعدی براتون آموزش خروجی گرفتن از ایره براتون یاد بدم. خب صرفا ما اینا رو انجام میدیم و ادامه میدیم. از قسمت بلاگ میتونین اینا رو پیدا کنین و اینو میگم که من انجام میدم. راستی این اپلیکیشن فقط در موبایل هست و شما ایده در موبایل میتونید باز کنید. شاید کامپیوترم باشه و من اگر کامپیوتر بود من قرار است کامپیوترم یک بازی بسازم توسط همین و اگر خواستین ویدیو بازی حرفه‌ای رو یاد بگیرین توسط یونیتی میتونین به یوتیوب چنل من یک سر بزنین و اگر میخواستین گیم بسازین میتونین از آموزش‌های من استفاده کنین و با دیدن ویدیوها لایک و سابسکرایب یادتون نره لطفاً. و خب الان ما میخوایم پلی کنیم. تمام. یک اسم برش انتخاب میکنیم مثلا مای ورلد یا مای گیم فکر میکنم سیو میزنیم و بازی برامون سیو میشه و با سیو شدنش پلی هم میشه. این از بازی که در ظرف کمتر از 5 دقیقه ما رو ساختیم. در 5 دقیقه ما تونستیم این رقم یک بازی رو بسازیم و این بسیار خوب است که به این راحتی میتونیم که یک بازی رو بسازین. خب الان میخوایم یک میدان مبارزه برش بسازم. کاری که میتونم انجام بدین از این کاکاو انتخاب کنین و این رقم 4 کنجا و میتونین به دیسکریپشن یک ویدیویی که بخاطر کنترل ایپیک گیم میکر براتون ساختیم و اگه میخواین که کنترلتون حرفه‌ای شه میتونین با سر بزنین و ویدیو رو ببینین که بتونین بهتر با چیکار کنین. مثلا بلاک سعی کنین جای خوب کنین چه کنین و اینکه همین بقیه چیزا رو من لینکش براتون در دیسکریپشن فرستم. امیدوارم یادم نره و اگه یادم رفت خب الان در رینگ مسابقه یک دشمن میمونیم. من اینو انتخاب میکنم. از اینجا آپشنش رو میکنم سایزش رو برابر با 1.5 قرار میدم. هلث یا همون چقدر ما با قدرت داره اینو من 50 یا 57 هر چقدر که شد مربوط 50 شوه دو قرار میدم و قدرت که چقدر اصلا ما رو کم کنه 100 میگذارم و اسپیدش هم از اینجا صفر میکنم. پس اسپیدش میشه 50. آره 50 میشه و این میشه از تنظیمات. خب همین کار دوباره انجام میدم و
Y además, بازیم شو چرا نمیمونم این اسپیل خیلی زیاد داره خود مربوط خود کاراکتر میشه چون ما پیش واقعا 0 گذاشتم یا 50 فرق این بار بهتر عمل میکنه و تمام حرکات مد نظر میگیره ما یک ضربه به او وارد کردم 2 ضربه بمیر